سوزی شکرانه الله مهربان سوز صحت سلامت سوز هستم لایک رو بجخیم بچه ها لایک بجخیم ده همسوی خبر شوان در اومدی لایک بجخ در اومدی لایک بجخ برادر خی نه کسی لایک کنیم لایک بجخیم ده افیر سر کنیم مخی امید سر ما بیرون میکنیم بخدا دوام میکنیم خی لایک کنیم بجخیم خی بخدا همین توجیه مردمی ما نمیدونیم چه حال دارم میگم یک تا پروگرام افیری شیره و شربت دار کنم 17 کسی دو تا لایک بجخیم لغت کنه 17 کسی لایک بزنید در لایک نه بدرویان پروگرام افیری شیره و شربت دار کرده گردن بجخیم لایک بجخیم 17 کسی نه تا لایک نه 17 لایک شو 17 کسی 17 لایک شو کو 17 آدم دیگه میدونه تماشا میگه 17 شما 17 وقتی 34 کس میشوه نمیدونم چون خیلی انا سر وایرون باد کردیم بخدا یعنی تو به صحبت کنیم یا گپ کنیم یا سوال جواب کنیم مسکو میرم حقیقت ما به نزدیکی مسکو میرم حقیقتی برووردن با یوردن میتی حقیقت برووردن با یوردن چه خیلی حقیقتی چی رو خی یک گپوی میگن که حقیقت برووردن حقیقت ما حق میزنم ما مسکو میرم حقیقت برووردن یوردن میتی حق نام خداست حق میزنم لایک بجوق 32 کسی 40 کسی 14 لایک خب حقیقت خب دروغ نگو سلیمان یوسفوف چرا دروغ میگم گپ زن برادری خاندم واتساپم دا برو سر ما تمام وایرون کردی یکم لایک بابا کی وطن میره همین ما وطن برم کو برادری خان وطن برم اینجا میگم که جوانای نواسای قند باباش وطن رفت یکم گپ خوشو گپ زنه سر وایرون بعد که لایک هم چکن 62 کسی 63 کسی سلام بابا قند سوزین خوبین بابا قند سوزم الحمدلله شعر الله پیش همه وقت با پیش هستم همه وقت اگه من نیست زنده باشه سلام تاجیکستان با پیش بگو بابا تاجیکستان با پیش هست شغل با پیشیم در این همیجا آمدم تاجیکستان اینم یک شهرمرد وطن تاجیک میگم تاجیکستانم با پیش رفته هستم که حقیقتی من با کسی گپ خبر کسی بیا سلام علیکم بابا خانم بچه نورک شهرمردان نورک زنده و سربلند باشین شهرمردان نورک ولی چی بوده یک سوال بود یک سوالات بود چی بود اون سوالا که من اینجا جواب بدم یک کسی دیگه میگم رکلام کمره چیه تاکسی دوره چی دوره با می برای تو من رکلام نکردی روی که نامر پامر همت روی که من بگم تو خیلی تاکسی گفتی تاکسی دارم دو تا تاکسی دارم نمرات تی جاچی گپوز دیوتی نگم نزن بگم در این دفتر بنویسم بگم تو خیلی رکلام از دور میامره خب سلام از بچه نورک بود زنده باشیم با شهرمردای نورک سلام خاندم زنده ای درو تلاخشه کنم اودای مردم گپ میزنم خیلی اودای مردم خیلی روشم ما داغ شده اودای مرده باشه بابا پیر شدم ترام پیر میشه خبر میگوی زنده باشی ای باباش باش اخته گپ نیست بابا قند پیش احمد با پیشم گلکار احمد نتیم یگم سوالی بالا خانه‌دار بتونده من چه میدونستم سوالتون رو وای کنم سلام بابا قند زنده و سر نگاه که 134 آدم تماشا کرده 36 آدم چی موندگی های لایک موندگی های اینا بسته اینا ما خط میکنم آخه 138 کس تماشا دارید اما چرا لایک نمیجیقی اینم سوال دعا همه وقت دعا میتونم اسماعیل ها برای چی نمیجیقی لایک 146 آدم 53 لایک همین لایک هم خیلی شما برادر 156 هم 146 تا آدم تماشا میکنه که لایک هم میجیقی با پیروز میشه 100 با 50 آدم دیگه با پیروز میشه میدروین یا تاش همین بابی رو نمیخواد دیدن دائم شد یا گپی بزه منسه که
Sen bayılmışım, gafşet yoğumetim, şirador mu ya? Zinde boşu. Zinde boşu şere Allah. Selamun aleyküm. Tagi Kala. Abdullah Halimov. Abdullah Halimov. Zinde boşu. Tagi Kala ve peş. Hayrim hocam nasihat nakardی. نوشگری بینی کراوشا کشکوخی. چند بار من را گفتمش خیلی بیا با خیر. در خاک بردن زدمش لحد نمیشه کنه برای زنده گم کنی آخی. همورم اومد همین خیری مهاجر همگی دو بار ما خطی وا خوردگی. دو بار ما خطی وا خوردگی خیری مهاجر. در چی ویدیوش کرده بودم؟ در تاجیکستان ویدیوش کرده بودم گفتم سانسور کنه بکشنش سانسورش کنه بکشنش ویدیو کنه پارتین در یوتیوب کی موینا که وای کردیم سانسورش کرده. با گفت که بابا گفت شو مرا خیلی گفتی خیلی سانسور گفتم حکم امی اعتدا خو سانسور میکنم. بود اینجا اومدم این اینجا خدا شویدم اینجا اومدم اینجا شیشتم اومد پیشم. سلام علیک کردم خب اون نصیحت کردم با قطعش ویدیو کردم وای کردم که سراز مرا عم حرام خور برو وردم گفتم حرام خوری تو حرام خوری گفت حرام خوری تی گفت حرام خور خد امرش دی خیرش سر وایرون کردن چیش بگم هم برام چیش بگم همین خیر موجود چی بگم گفتم شماشا همش مسئله کردم توکلش به خدا که بیاد دیگه پرابلمو نیست پرابلمو بسیار یخی اون چیز دیگه رو گفتن خیر بیا خیر موجود که زبلاکی رواد میگن چی میگه مونمش نوشگری همش نشوه خدا هدایتش کنه میگه. خب سلام بابا لیمون توی قمسنگیر سرما زده چیکار شون کنین لیمون قمسنگیر ایکی بپس نظر خوجه استاد قند من نظر خوجه هست لیمون چیکار میکنی لیمون سرما زده چیکارش نکنی همین خیر موجود چیکار کردیم اکو لیمون هم بخزیم شرط ببر کم ترک چختک بمونش 5 سال شرط ببرشو وایش کنی با مسازا بیا گمسش برزیم بابا تما کردی چی تما کردم خوی بابا داریش جانم بابا چند در اومدی 62 ساله هستم 79 بابا قند یک دو سفر تما بس این قاریجا لای قاری نواسیب گیجون نواسیبیرسک نه من گیجو تکلیف کسی نواسیبیرسک اینا قاری شهر نواسیبیرسک ان شاء الله بابا میبریم неким подписаться кам кардан чи подписчиков همین شعری نرده چیز سوال اسلامی داره شاگرد بهترین داملا حکمتلای و چی ساجکابودی انشالله اینا شاگرد بهترین و سایت اینترنتیش ما گفتم من همینم نصیحت کردم اوخی قوریه داملا ما خاک پاشونه توتیو میکنم داملا رو نه که گپای بابا پسی بلندی زندگی را باید گوش کنم گفتم که فقط رمضان دا بشی نصیحت که آیت حدیث و یکی گفتم بگی ان شاء الله با امر خدا подписаться کنن اوخنا بگید قاری محمد سیبیر подписаться کنن در رمضان دا بسیار را میکنه ان شاء الله شو نقل خوب میکنه زنده و سربلند میشه لایک بکنین این گوش کنید این قاریه درباره قاری گپ میزنه درباره مولوی گپ میزنه درباره جنخانی گپ میزنه درباره حدیثا گپ میزنه ما بلوگرم میفهمین من بلوگرم ما چنین میدونستگیم گپ میزنم میگه پسی بلندیای زندگی گپ میزنم انا که بس اینجا چی گفته بچهای بازار کاروان زنده و سربلند باشه شیرونه گفتن که بابا یا سوال میتیم نه که زیاده از 35 کس ما подписаться کردیم بالچکو تیم راهنمایی میکنیم یا سوال میاد در یوتیوب گپ زن زنده باشین بچهای کاروان دا سوال میکنن ویدیو خدی باباشو تماشا میکنن подписаться کردگیم خم میدونن که شهرمردی وطن در غریبی به کم ترک صحبت کنیم قطیش کم اکک دل شخرسان کنیم گفتیسه بابا میگه تو میدونی که همین گلی انجیر خیلی همین در یوتیوب جواب تیم گفتم به جواب گفت نه در یوتیوب جواب احسن با شهرمردای کاروان با سوداگرای کاروان زنده و سربلند باشین بازار کاروان دا کاروانسرا زنده باشین همین سوال ما چیکار جواب بدم اولا بخشش میپرسم بیا یا لایک رو زیر کنین کو همه وقت 100 تا لایک کم میشه همین چی لایک رو کنه یا زیر کنیم بچه کاروان چیوش نگاب زنم اینا یا 199 85 کسا سر وایرون میکنه شو لایک کنم میمونه خیلی بلوگر باید لایک بمونه ده تماشا کنم لایک بمونه چی بگم شما انجیر گل میکنه من همین خمیدونم که انجیر دارم در یک خونه
Kıdım o vardı şunu oldum. Kahase konu kındım işte go joy khurdam bu koy bu koy bu bojo sardot khurdan خیلی şunu ne ki khona ki da Rahmanali bojan da hasta Rahmanali bojan da hasta da varashil meram onja fakat meram tema anjir ben mekinam meram anjir mekiram megan hoca anjira dost medori megum ho mega bar bishon khibudum şunu oldum gana kardan amash qoqshid ana انجیر کو همین درختش کو همین درخت این برگ درخت چیه همین خیلی درخته همین یا نقطه کلوچار میبرویا کلوچار میبرویا خیلی میبرویا همین انجیر میبرویا نمیخواد انجیر میبرویا گل نداره گلش نمیبینیم انجیرا سوالتون جواب دادم زنده و سربلند باشین کوبه چیکار سوال دادم بابا شرم باشی که خفه میشم بخون شرما بخون شعر ما که خفه میشن شعر تا خیلی ما گرم بنویسیم کتاب دا بخونم بابا خب گلوسه سبشین نشین بابا سلام از کلاب میرم ولی دلیر افیسال مرا ولی جهد کردگی های دلیر افیسال گفتم یکم اتویت نته یکم گپی زیادی گم نزن یکم وای نکو وای میکنی خب اندره الکساندر همونمون معلومه جوابی اندره الکساندروف سکوت برای یا مداری دیگر هم رو زنگ زد خیلی نصیحت کرد زنده و سربلند باشین خب رنگ گلی جانتوق میگه ای بوم چی اولی کمتر بولو بخون میبینی شرما بابو خب بولو ده چی باشه شعرش چی باشه شعری برادر چی باشه سلام بابا کندیمن از شهر خوجان الا 100 ساله شوید حاضر در سنت پترزبورگ کار دارم دائما شما رو تماشا میکنم شهرمرد خوجان زنده و سربلند باشه شهر نری خوجان شهر نری کلوب بابا شرما بابا بخون که خفه میشه کو گلی انجیران گلی جانتو قاس کنه شیر تو وستنش کلاس تبه تولی پاستلا وستوش نه красавица тебе жалко что ли поставить лайк ай طرفداری کرده ای شیر زنده باشی السلام علیکم کوخی شیر دگ جاخی بابا پاتنت داری یا گوستی اومده همین بابا میرم اینا میخیر حاضر مرا تکلیف دارن امریکا میرم نه پاتن بگیرم نه ماتن شما بگیرین پاتن ما کاری ما ترودوای ما همش اینا میاد همش اینا میاد میرم روشم میرم ولی پاسپورت روشم ندارم بریش اومدگی میگن فخرونه اینا دیدی زنگ زدم با استاد قندی من جایهون ناظری خوجا زنگ زد افیر کسیر چی شد بابا زلیم خان چی شد بچه گفی زور گفتیم که جدا باشم زلیم خان قضی چاق کنم همین زلیم خان میرم یا کپکم بگیم یا چی دیگه میرم ببینی قضی گم بزنم زلیم خان خیلی گپ زنم میتونم سوادید کنم زلیم خان قتیما سوادید کنم قسم نمیخورم من میرم ببینی گپش میزنم کنه همین شهرمردای همین مسکو کنه همین سمتریاشوی مسکو کنه که همین بگن که بابا تاجیکستان اومده برای گپی تو فایرادش کنم یا بشوننش نشنم خیلی بخیزم گپ کنم خیلی میرم کپ کردم خیلی میگم بزنم که تو میگم که تو خطا کردی گفتی تاجیکستان با پیش چاس پیش اومده بگو که تاجیکستان با پیش ما گوش کنم تاجیکستان با پیش بگو نه که اگر زاستاویچ نکردم چیزی میگوی بگین شما کنه این بچو شهرمردای مسکو میگن کو مسکو سیتی میگن مسکو نمیسرام میگن مسکو نمیچکو میگن هم خیلی باباش میگن نصیحت کنیم باباش خیلی اینا ما گوش کو اینا مرد بابا زلیم خان چی میگه خیلی اینا ما قضیه دارم قطعا زلیم خان اینا بیایم ما ببینیم میگم گوش کو ایدی سودا بابای ایدی سودا تو خیلی خودت کسی هستی بلاگر میگم یا نوار کردم سحری نه پرسشن شولیا سحری اولی میپرتونم با فکرم تماشا کنین قطعی اومدن تی پراسپکت میر اومدنم یا کی قطعی
یک داغستانی قطعی چخشق کردیم رزبار کردیم رزبار سخت کردیم که در یوتیوب میگم پارتیانش نه پارتیانش ولیا گفتم نه پارتیانش مال بیومد پراموی فیلم ما نفهمیدم دیگه گپ درباره چی رفت خو بیا کو یگم سوال شیره و شربت دار گپ زنه این قدر نویسوندیا نمیدونم خو کوچی سلام مغزی بابا قن من از شهر پنجکین مخلص خودم زنده باشه شیرای نار بابا سلمان میشناسی کی همین بابا سلمان میشناسی میگی قا او تو بگو کدوم سلمان آخی سلمان فارسا کدوم سلمان بشناسم ما او بیا شناسی مخی من حیران میشم هم او یا افیر دیگه بابا سلمان میشناسی بابا نمیشناسم مخی سلمانش کی آخی سلمان فارس سلمان خیلی آخی او سوالا شیره و شربت دار کرده گفت این قگب نه این قبش پولی خوشو بنویس دمی افریما نه 16 minut رفته خیلی نیم ساعت افریم میکنم همش بنویس خوشو بنویس او سلمان کیه کی سلمان خب ده حکم دعا کن نمیشه نمیشه شدم در مس هیچی نفهمیدم بابا ده حکم دعا کن نشامند شد بچه بابا ده حکم دعا کن نشامند شدم انا گپ خبر برادر تez واتساپی ما دا برو اگر نزدیکی دا بیاد بیا کنم نشامندا را من جین نمیخونم نشامندا را من یک شورت نصیحت کنم کدیم نشامند شید الله اکبر دنیا تم سوخت قیامت تم سوخت آخر خطا فلق میکشی آخر خطا تمام کارو میداری نشامند نشین گیرده نشینیم برادران قندم بیا صحبت کنم و شیره دار کرده صحبت کنم یا 13 minut دیگه به بحثش کنم که بچه‌ها بسیار گهش گفتم نگه لایک هم درباره نشامندی یک سخن کنم نشامندی خیلی بده خیلی وای چیه خیلی که مرده گوره که مرده گوره در قیامتم من جواب میتونم در قیامتم جواب میتونم تو دوره عسکری همه کارو را ببود به نگم که نامحترمو دارم اینم جشن میبرن و میکنن همه خطا میکنن همه وای میکنن میکنه بود میریم ای راهی بعد میگردیم کوخی نشامند نشو همین نشامندو کو بیو بسش کنه اسوسا بسش کنه من میدونم که نشام میکشن چرس میزنن وای میزنن آخر پشیمان میشه آخر زندگی تباه میشه زندگی تمام میشه برادرای قندم بخشش ما اکید نوارا به همین خاتمه به همین نشامندی خاتمه میدم یک چیده شما فکر نکنین باباش همین خیلی بابای وایده نمیفهمه چیزا یک تا رنگ ما خیلی بابا همین خیلی مولای خوندگی هم بیچاره هم مولای چخیلن یک خیلی مولایش میگم یک خیلی مولایش فقط همین در همین دین دودگیه فقط درباره دینه سیویلیزاسیا را اوقع اهمیت نمیده فهمیدی خطوگی ما همیه فقط در یک طرف درم اوه دینم خوندی اوخی دنیاگیرم خوندن در کو دینم خوندی دنیاگیرم هر چه بالانسیروف که کن در کو بعد تو همه چیزا میفهمی خیلی دملو بچره خونده فقط همون دملوی پیش چخیر بود دمامشون جانم فقط میخوندن دیگه این طرف اوخ اهمیت نمیدادم من خیلی بود خیلی بخشی ما دملوها را با چی لحظه قسمتی ما حرمت احترام میکنم خاک پاشو بالای دیده من درباره دملو یگم چی همین دملو بگه که خب که من خب میکنم گوش میکنم یگم چی عطیت نمیتونم دملو ده خاک پای دملو را من توتیو میکنم من برای چی برای همه باید خیال کنم همین دملو را حرمت عزت احترام کنم همه برای چی بگم سوال برای چی یه دملو چی بخچه دملوه چی من برای عزت حرمت میکنم من این نادرسته وقتی که تو تولد شدی ای مادر تولد کشیدی پدرت میخواد که یک دملوی دهه بیاید در گوشکای همی که اذان بگه در گوشکای طفل نوزاد اذان بگه هستم که در گوشه تو جوانی نامحترم کمیتر بعد میرسی دملو اذان گفتگی یا که دملو رو بعد میبینی اذان گفتگی فهمیدی
وقتی که کسل میشه یگون شیطانلاموش مون میگیره دوملو را فیرود میکنه بیا دوملو وایش بخون دعاش بخون دوملو در کار ده وقتی جمرویی وقتی سکرات ماوده که دوملو را فیرود کنه دوملو میایه حضرت یاسین میخونه که خویسونه شوه خویسونه روان شفاش بتیه یا که آسانش کنه دوملو در وقتی تولشیدن در کار دوملو در وقتی مردن در کار در گور موندن در کار سری گور آیت خوندن در کار در همه کار در کار دوملو بیسول همه وقت در کار یک جو آیت باید خونده پس ما باید دوملو را عزت و حرمت کنیم جاری نمر یکم ده فهمیدی؟ یگام گپی زیادی گپ نزنیم در دوملو هم کمیتر زیاد می‌نویسیم و می‌نویسیم ما دوملو نیستم که پشتی دوملو را بگیرم ما یک آدمی دهقان عادی من میخوام که وقتی که من اول یه ویدیو دا گفتم که بابا لازم بلا چی کنم همین بابا میخواد که وقتی که من جان به حق تسلیم میکنم که جان مسپارم دوملو ده بیاید دوملو دیگه دا باشه بیاید بالای سرم دا بخونه همین حضرت یاسین بخونه مثال کلمه ها را بگیم همین تا بم بریم مردن هم هست برادرو مردن هم هست پیر شیدن هم هست یعنی که پیر شیدن هم هست مردن هم هست خیال ما جوانی را ندیده خیال دو چرس گرین پخ که شما میگن ما دیدگی نیسته همه او را ما خخمون رو استعمال کردگی دیدگی مردم چیکار کردگی فهمیدی؟ دقیقی برادر دعا کن در کار تو واسه مادر برو بیا جا متران نصیحت کنم نکی کار خیلی کار برادرو برای مواد مخدر من نوار کردگیم عقیب گردن میدونین میوین باید دوملو پیش ما دوملو را یگم چی گفتنی نیستم شما درد دل مرا فهمین دوملو بیچاره خیلی به عدم همون خواندن چی خودش رفته است بیچاره همون اوزی مرا میگه که برای مسجد وای که نماز بخوام وقتی این دنیاویش هم دیدن در کور یکی دوملو هست که دایم در مسجد میخونه خیلی ملایم ما با میر خیلی با همین خیلی شده که با میر من میگردن ایستون میکنم من فکری خودم بیان میکنم که همین دوملو بیچاره در همین دو طاعت عبادت فرزندش وایشیده فرزند خیلی طلبه مکتب رفته آمده وای کرده یک روز همین کیره همین طلبه را همین نرکمانه همین گیرچیکه همین فخزانه همین را کروچی همین چرس میزدگی همین را وقتی که نیومن کو لامکشون میگیره میدونه لامکه میگیره خیلی بلوگر را لامکه میگیرن کو لامکه میگیره خاک پاود میکنن نشو گیرن شو نشوا ما گفتگی مدیر می چی را بدوره تماشا میکنه خاک پاود میکنن کو بعد نیو همون گرین نیو همون چی را نیواد لامکش میگیره لرزیدن میگیره بیچاره آتش نماز خونده برو اومده که دیگه که تلفظ غلطی لرزیده شد بیارینش بیارین همین چیش کرده اورا کردن بیچاره وایش خونده است داش خونده است ایره شیطانلامش گرفته نه که دوزش نیست آخر لامکای گره گرفته ایش خداش بزنش خونده است با او همسایه میدونن که با اومدن دوملو را وای کردن با اسپاکویت کردن گفتن که به بابا جون خیلی بس اولی مکم تری چیش کنیم با گرفتم بردیانش دوملو را بردیان گفتن که حاضر مزگره کرد من اومدم زدیانش گل گشته برادرو ما باید آدمی باشیم که هم ای دنیا خبردار باشیم هم او دنیا خبردار باشیم یک طرفه نمیشه دوملو بیچاره همین آدمی پاکیزه و دعا میکنه بچهش گرچیک قسم نمیخورم بیا قسم بخورم بیا قسم خوردن در کار نیستم خیلی باور کنه که اینا من بچهش میخدم ندیدم آمدم گفتن که اینم خیلیشی من نبودم در اونجا آمدم گفتن که اینم خیلیشی بیچاره دوملو نمیدونه که بچهش گرچ کرد برادرها قندم زنده و سربلند باشین بیا افیر وای کنه که بعد بسیاری بعد وای نشوه با نگن که همه کارو برو همه چی مونده زنده و سربلند باشین با شما بود بابای حاجی محمد بابای بلاگر زنده و سربلند باشین صحبت ها هسته من میخوام که کم حقیقت شما نوار کنم برای مسجد بابا جان 88 مسجد صفانова هوشیدگی یاموشید
ҷамарам хондаистам, намозам хондаистам. خب همش به درجه عالی گرم نرم قالین‌پیچ همه 100% روز شنبه ما با خاطررسان میکنیم مفتی قطعی ما صحبت کردیم مفتی مسلقتی مفتی گفت که روز شنبه ما ادکریتی میکنیم شما را اینا تیاری بینه روز شنبه شما با هم با من نوار میکنم با باشتن شما میرسونم مرحمت برین کدام اچودگیره برو اچکوش بگیره کالکولاتور بگیره برو همونجا دان خشتگی ان بغالتی رو پایین اچوتا میتیه چیتون بگم دیگه با هم دوست باشیم برادر باشیم همجا یک زیافت چاق میکنیم میخوریم همه برادرها را بلوگرها اینترسوا دارن بلوگرها را آغوش میگیریم همش بخشش میکنیم همه برای تاجیکستان عزیزم برای سربلندی ملت تاجیک خود البته همه ملت رو ما میگم ما همین ملت تاجیک میگم که دینم کمتر میگه بابا هشت دسر بگی ملتچگی نکو دینم دم بیاده کدم نماز میخونه کدمی که در دین مبین اسلام های و ملت من های زنده و سربلند باشیم برادران قندم مرحمت مچیل صفانو هم اچود میگیره هم چی کار میکنه یک دوستی و برادری و همدیگر فهمی زنده و سربلند باشید خدا حافظ